الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز أهل التوحید، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه چهارم از آموزش علمی اصول فقه است و انشاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه ما به شما ابیات را از نظم الورقات، از متن نظم الورقات بیان میکنیم. این کتاب ورقاتی که امام الحرمین جوینی در نیمه اول عصر 5 نوشته است. یکی از علمای دیگر این را می آیند نظم میکنند، یعنی همون فقه، همون اصولی که نوشته شده بود، این را بارک الله فیکم به نظم تبدیل میدهند. بله، این خدمت علما هست. علمای ببینید، علما در همه علم از همه جانب خدمت کردند. از همه جانب علما خدمت کردند بارک الله فیکم که بعضی ها مختصر نوشتند، بعضی ها شرح دادند و بعضی دیگر بارک الله فیکم بیت کردند بارک الله فیکم. بالاخره این هم یکی از خدمت علما هست که اینجا انا همین علم اصول رو بیت کردند، نظم کردند. ما از اولش میخونیم و ما در 3 حلقه گذشته البته این بیت ها رو شرح دادیم، لیکن حالا یک مرتبه به شما این نظم الورقات رو، مقدمهش رو به شما بیان میکنیم به طرز مختصر. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. ببینید، عمریطی بعد از چند صد سالی امام الحرمین جوینی به لقب امام الحرمین معروف است، می آید و می گوید فقیر شرف العمریطی یک آدمی که عجز دارد و کمبودی ها دارد و تفرید دارد، یعنی این یک صفت های عجزی خودشون رو بیان میکنند. علما میگن که معناش این نیست که این انسان عالم نبود، یگون جاهل بود، نه، این یک منباب این که احتیاج خود را به الله بیان میکرد. یک آدمی که بله عجز دارد، همه انسان عجز دارد، کمبودی، تقصیر دارد، و در دوامش میگد که حمد و ثنا و ستایش الله را که ظاهر کرد، مشهور کرد به بین من و شما، همین علم خلق کرد. علم اصول است، به تمام عالم پهن کرد و مشهور کرد. بارک الله فیکم. الحمد لله، حمد. و البته علما حمد چیست، شکر چیست،
ثنا چیست، مدح چیست، بین همه این نقل کردن که وجود دارد، فرق وجود دارد. بارک الله فیکم. حمد گفتند ذکر کردن الله با عمل است، مدح با ذکر است. در دانشند علی لسان شافعی و حوله. این عالمان گفته هستند که ان همین علمی اصول سرشوی است از امام شافعی است. فهو الذي له ابتداء دونه. ان من امام شافعی است که اولین شده ابتدا کرد و تدوین کرد. تدوین یعنی نوشتن و ساختن یک کتاب رو برآوردن. خیلی که ما در مقدمه گفتیم که نویسندهش اولین کی بود؟ اولین کتابی که نوشته شد در زمان سلف در علم اصول فقه انمین امام شافعی بودند که الرساله رو نوشتند و در این باره صحبت هم کردیم. و بعد از امام شافعی و تبعته الناس حتی صار، مردم پیروی به کی کردند؟ امام شافعی کردند و کار تو به جای رسید که در علم اصول فقه صدها کتاب نوشته شده است. حجمش میده و حجمش بزرگ و مجلدها یا که مختصرات وجود دارد. اما بهترین کتابی که در علم اصول فقه نوشته شده است و حجمش میده هست، کوچک است، بزرگ هم نیست و کوچک است و میده هست، این کتاب ورقات از امام الحرمین است. یعنی در علم اصول فقه میگد، امریتی میگد که بهترین کتابی که در علم اصول فقه دیدم این کتاب ورقات است که از امام حرمین است. میگد یک چند مدت من خواستم که یک کتابی رو در علم اصول فقه پیدا کنم و او را نظم کنم و برای مسلمان ها، برای آموزش علم اصول یک پیشنهاد کنم، به اونها هدیه بکنم که مردم آسان حفظ کنند و آسان فهمند. بجز انا همین کتاب دیگر کتابی رو بهتر نیافتم. برای همین میگد من کتابی انا من امام الحرمین جوینی رو چی کردم؟ مختصر کردم و به نظم داخل کردم. این اولین مقدمه کتاب همین بود که ما در باب مقدمه 3 حلقه رو گذرونید. اینجا یک سوال است. امام الحرمین الجوینی کیست؟ از نظر عقیده اشعری هست، اما اشعری متقدمین است. اشعری متأخرین نیست، متقدمین. اشعری غلاتی که جهمی شده از جهمی هم بدتر شده رفته باشد نه، بلکه متقدمین است. 400 چند وفاتشون والله اعلم. علمایی که از علمای 400 چند، یعنی عصر 5 نیمه اول عصر 5 است. پس بعضی ها اهل بدعت میگن که این کتاب اصول فقه رو اگر اشعری باشد چرا از اشعری میگیرید؟ ما به شما میگوییم که این کتاب اصول فقه در باب عقیده نیست. این در باب مسائل چگونه به گیر استفاده بردن قرآن و سنت و از درون او احکام فقهی را بیرون کردن است. چگونه که کتاب های فقهی را به نام اشعری ها چگونه بزرگ کتاب های فقهی نوشتند. در باب فقه مشکلی ندارند اینها، یا بله مشکلشون اگر باشد مذهب قسمش حنفی است، قسمش شافعی است. اشعری ها شافعی هست. از نظر اصول فقه هم منهج اشعری ها متقدمین از نظر اصول فقه منهج امام شافعی بود و بارک الله فیکم. بنام حنفی ها که علم اصول فقه را نوشتند اینها ماتوریدی هستند، عقیدتا ماتوریدی هستند حنفی ها، اما فقها حنفی. اصول فقهشان در دفاع مذهب فقهی، در دفاع مذهب فقهی حنفی نوشته شد. برای همین چگونه که علم فقه را از این علما اگر کتابهایشان را قرائت کنید باکی ندارد و علم اصول را هم از اینها بگیرید باکی ندارد، زیرا که همه علما کتاب نظم الورقات را شرح داده بیان کرده. علمای معاصر هم ده ها علما، ده ها اگر صدها علما شرح نداده باشند شرح دادند. در حقیقت خوب نوشته شده است، در اساس منهج امام شافعی است، زیرا که این کتاب
پیدا کردن و به وجود آوردن احکام فقهی در باب احکام فقهی صحبت کرده، نه عقیدوی. اما شرحش باز مسئله را بیان میکرد. این یک شبهه هست که من میخوام بیان بکنم، یک شبهه هست که باید بیان کرده شد. یگان اصول نیست مگرم اینکه تا عصر حاضر بگیم یگان اصول نیست مگرم اینکه بسیاری این اصول رو، یا بگیم بسیاری این کتاب های اصول رو اهل مذهب نوشته، یا شافعی یا مالکی یا احمد، مذهب حنبلی یا حنفی. عقیدتا نظر بکید عقیده اینها از جانب مشکلی دارد. اما ما این کتاب رو چه خیلی که گفتیم به فهمی اهل سنت باز شرح میتیم، به فهم ابن قدامت المقدسی، به فهم استادان مشایخان اهل سنت همون به مانند علمای نجد و یا بسیارتر از ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی و محمد امین شنقیطی و غیره دیگر کتاب ها رو ما استفاده میبریم. لیکن چرا حالا ما این بیت ها رو خونده به شما بیان کردیم؟ کسی که میخواهد که علم اصول رو کمی متن رو از یاد کند و حفظ بکند و علم اصول رو جمع بکند، این برای همون یک کمی آسان است. برای همین این رو ما به شما کمی معنای بیت ها رو میگیم تا که حفظ کردن آسان شد. در دوامش گفتند باب اصول الفقه، باب اصول فقه، یعنی هذا باب اصول فقه. شروع کردند هاك اصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أنا همین جا ما به شما در 3 حلقه گذشته شرح دادیم. در اینجا میگن که هک اصول الفقه لفظا لقبه. انا من اصول الفقه وقتی که میگم این نامی لقب یک فن است، فن اصول فقه، و از من جزئین قد ترکبه، از 2 کلمه مرکب به وجود آمده است. ما بیان کردیم یکیش اصل است، دومیش فقه است. الاول الاصول ثم الثانی، اولین کلمه که از مرکب است اصول الفقه، یکیش گفتن اصول است. ثم الثانی، دومینش الفقه است. اصول فقه این 2 کلمه است. والجزآن مفردان، هر دو این اصول فقه علاهیده باید معنی داد کرده شود که ما در حلقه گذشته خیلی وسیع معنی داد کردیم. اصل چیست گفتند؟ اگر خواهید که بیت کتی زود از یاد بکید، اصل چیست؟ الاصل ما علیه غیره بنی، اصل همون چیزی که غیرش به بالای او بنا میشد، اصل همون چیزی که دیگر چیزها به بالای او بنا کرده شد. فرع چیست؟ والفرع ما علی سواه ینبنی، فرع گفته همون چیزی رو میگن که به بالای غیر خودش بنا میشد. اصل دین، اصل دین گفته چی رو میگن؟ همون مسائل های بزرگی که باقی مانده دیگه همه دین به بالای اصل دین بنا میشد. فرع دین گفته چی رو گفته میشد؟ همون مسائل های میده‌تری که به بالای اصل دین بنا کرده میشد، برده میشد. فرع همیشه در بالای دیگر مسائل است. اصل همیشه خودش ریشه هست، پیدیوار است، اساس است. بعد از این گفتن که فالاصل ما علی غیر بنی والفرع ما علی سواه ینبنی والفقه علم كل حکم شرعی. فقه گفته کدام علم رو میگن؟ کل حکم شرعی که به طریق اجتهاد آمد، دون حکم قطعی، نه به حکم قطعی. انا من علم فقه میگن و ما این رو به شما بیان کردیم و در حلقه های گذشته واضح به شما بیان شد. حالا مسئله اولین مسئله که باید داخل شویم بعد از این همه مقدمه ها در علم اصول فقه، از بیت اگر قرائت کنیم بیت همچنین می آید: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم
مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. حکم واجب است و مندوب است و مباح است و مکروه است و حرام است، همراهش صحیح است و فاسد است. انا همین بیت معناشو بیان کردم. لیکن ببینید اولین مسئله که علم اصول فقه به اون داخل می شود مسئله حکم است. چه که ما در حلقه های گذشته به شما گفتیم که برادران عزیزم علم اصول فقه در 4 مسئله صحبت میکند. یکمینش کدام است؟ احکام است. دومینش ادله است، دلیل هاست. سومینش استنباط است. چهارمینش اجتهاد است. اولین مسئله که باید من و شما در علم اصول فقه آموزیم و اولین موضوع علم اصول که شروع میشد این احکام شرعی هست. و تا امروز از علما و از طالب علم خیلی تکرار به تکرار میشنوید احکام شرعی، احکام شرعی، حکم شرعی گفته. انمی چی معنی دارد؟ و در نزد شریعت ما چند نمود حکم وجود دارد و حکم ها به چند قسم تقسیم می شود؟ حکم های شرعی یا حکم های تکلیفی و حکم های وضعی. و انا همین هر یک حکم علاهیده چگونه شناخت این حکم ها به شما بیان کرده می شود. اولین مسئله که ما باید به شما بگویم در داخل شوی این موضوع الحکم الشرعی، تعریف حکم شرعی. حکم شرعی وقتی که میگیم انمین حکم شرعی چی معنی دارد؟ حکم چی معنی دارد؟ حکم در لغت معناش منع هست، من کردن. برای همین قاضی رو، قاضی که سود میکند حاکم میگند. از نظری بعض اصطلاح های فقها شرعی قاضی رو حاکم میگند. برای چی؟ برای چی قاضی رو حاکم میگند؟ از حکم گرفته شده. برای اون که علما میگن لانه یمنع من الظلم، برای اون که انمین قاضی مردم رو از یا حاکم مردم رو از ظلم منع میکند. معنای حکم در لغت یک چند معنا هست، اما مشهورترین و معروفترین معنای حکم این منع هست. منع کردن. حاکم کیست؟ حاکم کسی که ظلم پیشش رو میگیرد، ظلم منع میکند، منتشر کردن نمیشود، از منتشر شدنش باز میدارد. برای من حکم یکی از معناش. اما حکم شرعی از نظر اصطلاح شریعت، حکم شرعی وقتی که میگیم این حکمی که از جانب شریعت است، حکم های شرعی از نظر اصطلاح شریعت چی معنی دارد؟ حکم شرعی گفتم ما چی را میفهمیم؟ حکم هایی که از جانب الله و رسول به تو آمده است چی معنی دارد؟ علما میگویند خیلی که الخطیب البغدادی در مجله یکم صفحه 54 در کتاب الفقیه و المتفقه که صاحبش خطیب البغدادی است میگوید که انا همین حکم هایی که حکم های شرعی هست از نظر اصطلاح میگد هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من الطلب أو تخيير أو وضع. حکم این اون چیه که دلالت میکند از خطابهای شریعتی، اون خطابهایی که از جانب شریعت است، یعنی اون خطابهایی که از جانب الله است و رسول الله است. خطاب اون خطابهایی که از جانب الله و رسول الله است و دلالت میکند این خطابها متعلق است، تعلق دارد به فعلها، به عملها و فعلهای انسانهایی که به درجه مکلف رسیدند، بلاغت رسیدند. این حکمها یا از این انسانها طلب میکند که یک چیز رو به جا بیاورید، یا که اختیار میدهد که بین دو سه عمل اختیار دارید، یا که بعضی از قاعده ها رو وضع
بعض از حکم ها رو میگذارد که اگر این کنی فاسد است، این خل کنی باطل است. انا این حکم است. اگر به عباره عادی بگیم حکم شرعی گفته، انا همین خطاب الله و رسول، انا من رو خطاب و شرع میگن. خطاب و شرع، شریعت ما چی است؟ قرآن و سنت است. یعنی خطاب و شرع که متعلق به فعلهای انسانهای مکلفین میکند، انا من رو حکم میگن. یعنی شریعت به شما ای مسلمان ها چی خطاب کرده است؟ خطاب های شریعت برای شما مسلمان ها گوناگون است. یک نمود خطاب شریعت به تو امر میکند که موحد باش، یک تو پرست باش، فعلم انه لا اله الا الله، بیاموز، نماز خون، روزه بدار، زکات بده. این یک نمود خطاب شریعت است که امر است، جانبی طلب است، از تو طلب میکند. این یک قسم از خطاب شریعت است. قسم دیگر از خطاب شریعت تو را اختیار میگذارد از مسائل مباحات. و قسم از خطاب شریعت این نهی است که تو را باز می‌دارد. اولین چیزی که باز می‌دارد، بزرگترین چیز، و اعظم ما نهى عنه الشرك، از شرک و آهسته از همه کارهای حرام و گناه ها باز می‌دارد. همه انا همین خطاب است، خطاب شریعت است که متعلق است، تعلق به عملهای من و شما دارد. همین قرآن و سنت حکمهاش برای من و شما است. انا من حکم میگن. حکم یعنی چی؟ خطاب الله و رسول الله به همون بنده هاش یا طلب کرد، یا نهی کرد، یا مخیر گذاشت، در بعضی از مسائل تخییر و اختیار را داد، و یا شروط را گذاشت، یعنی احکام وضعی شروط را گذاشت. انا همین را خطیب البغدادی بیان کردن. و البته این معنای خیلی هم دقیق و زیبا هست در باب چی؟ حکم از نظر اصطلاح شریعت چیست؟ بارک الله فیکم. انا که شما فهمدید که حکم شرعی گوییم، احکام الشرعی، حکم شرعی گوییم، معناش همین است که اون خطابهای شریعتی که دلالت به عملهای انسان میکند، که انسان بعد از بلاغت شدنش باید به این خطابهای شریعت عمل کرد. انا من رو حکم میگن. و علما میگن که به همین خطاب شرع، به خطاب شرع مباشرتا قرآن و سنت داخل میشد. یعنی خطاب شریعت گفته، ما چی رو میگم؟ امروز به ما خطاب شریعت چی است؟ قرآن و سنت است. الله به ما ملائکه نمیفرستد، در بین ما پیامبر نیستند، پیامبر وفات کردن، لیکن قرآن و سنت است. یعنی قرآن و سنت خطاب شریعت به من شما است. این چی رو دلالت میکرد؟ این دلالت میکرد که قرآن و سنت، این یا بخصوص قرآن فقط برای قرائت کردن و برای جین خوندن و سری قبر خوندن و ازوا خوندن نیست. این قرآن از اول تا آخرش مسائل خطاب است، خطاب. و بعد از این قصه میکند به تو کسانی که خطاب الله را قبول نکردن یا قبول کردند. قبول نکردند عاقبتشون جهنم است و عذاب است. قصه ها قبول کردند، در این دنیا و آخرت سعادتمند و عاقبتشون جنت است. و همه قصه هایی که در قرآن آمده است، انا همین حالت مکلفین، انسان هایی که مسئول بودند، انا همونها رو به تو بیان میکند که آیا خطاب شریعت رو قبول کردند؟ اون خطاب های شریعتی که متعلق به افعال مکلفین بود قبول کردند، از امرش، از نهیش، از طلبش، از مخیراتش، از وضعش. کسایی که قبول کردند در این دنیا و آخرت نجات یافتند. بمانند این که کسانی که به حضرت نوح ایمان آوردند به کشتی سوار شدند، در این دنیا و آخرت نجات یافتند. کسانی که قبول نکردند خطاب شریعت رو، در این دنیا غرق شدند، در آخرت جهنم رفتند. پیروان حضرت ابراهیم در این دنیا و در آخرت نجات یافتند. کسانی که قبول نکردند خطابی که در زمان حضرت ابراهیم آمده بود، در این دنیا و آخرت جهنمی شدند. و این چنین محمد صلی الله علیه و سلم خطاب شرع آمد. کسانی که خطاب شریعت رو، قرآن و سنت رو قبول کرد، در این دنیا و آخرت سعادتمند است. قبول نکرد، در این دنیا و آخرت شقی است و در آخرت جهنمی است. خطاب شریعتی که
مباشر راست مستقیم من شما رو خطاب میکرد قرآن و سنت است. قرآن و سنت خطاب شریعت است. انمین دین الله است. انمین است که من تو را آشکار میفهماند واجب چیست، کدام چیز انجام بده نده. و بعضی از خطاب شریعت است که غیر مباشر است، راست مستقیم به تو خطاب نمیکند. این غیر مباشر میشد به مانند اجماع و قیاس. اجماع و قیاس غیر مباشر بودن اجماع و قیاس معناش این که یعنی واضح نبودن این رو نمیکرد. این واضح است، آشکار است، اما از غیر قرآن و سنت است که لیکن این هم خطاب شریعت است. قیاس و اجماع خطاب شریعت است. بارک الله فیکم. اما ما اینجا کلمه مکلفه ببینید در معنی دادی حکم بیان کردیم. مکلف گفتیم. خطیب البغدادی گفت که مکلف خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. مکلف گفته کی را میگن؟ در علم اصول فقه مکلف خیلی زیاد میاد. خیلی دقت بدید کلمه مکلف با خیلی دقت بدید آموزید. و در علم فقه هم کلمه مکلف خیلی زیاد میاد. علم فقه و علم اصول فقه مکلف گفته کی را میگن؟ هر کسی که مکلف این به انسان تعلق دارد. این کلمه در بالای انسان است و این یک صفت انسان است. مکلف همون کسی که عاقل است و بالغ است. عاقل است، عقلش هست در جاش، دیوانه نیست و مجنون نیست، و بالغ است، کودک نیست. انمین مکلف میگن. برای اینکه هر دفعه ما به شما عاقل و بالغ نگویم، مکلف میگیم و مکلف رو شما باید از یاد کنید، حفظ بکنید. این کلمه علمی اصولی فقهی کلمه مکلف باید دونید که مکلف کسی که عاقل است و بالغ است. هر انسانی که خواه زن باشد خواه مرد وقتی که عقل دارد و به بلاغت رسید، انا همین انسان رو چی میگند؟ مکلف. و به بلاغت چگونه میرسد؟ عقل حاجت به شرح ندارد. عقل چی است؟ همه میدونیم. کسی که بی عقل است مکلف نیست. یعنی کسی که عقل ندارد مجنون است. خطاب شریعت، خطاب قرآن و خطاب سنت، یعنی خطاب الشرع، احکام الشرع، یعنی خطاب الشرع به بالای همون انسان تعلق ندارد. کسی که سبحان الله بیهوش شد، در حالت بیهوشی یک ماه و 2 ماه کام خواب میکند، در زیر نرکوس یک چند روز خواب است، یا کسی که مجنون است، اینها عقلش در اختیار خودش نیست، عقل ندارد. برای همین مجنونی که عقل ندارد شریعت از او طلب نمی کند. امر شریعت، نهی شریعت، اختیارات یا دیگر مسائل فاسد یا شروط بگیم احکام وضعی به او تعلق ندارد. برای همین مجنون اگر فرزند مسلمان بود و از خردیش مجنون شد، این حکم مسلمان رو دارد. فرزند مسلمان است، این بیمورد جنازه کرده می شود و عاقبتش جنت است. فرزند مسلمان بود، مسلمان شد، یک چند سال زندگی کرد، قرآن خواند، سنت خواند، عقیده خواند، موحد بود، لیکن مجنون شد، دیوانه شد. حکم این انسان چی است؟ حکم این انسان پیش از دیوانگیش قبول می شد. پیش از مجنونیش چه خیلی انسان بود؟ موحد بود، یک تا پرست بود. پس تا انا همون وقت حساب کتاب میکنیم. در حالت مجنونی به بالای این انسان به عملهایی که غیر شرعی میکند، نماز نمیخواند مثلا، یا بعضی از عملهای کفری میکند، اصلا امر و نهی و حکم به بالای او تعلق نداره، برای که این عاقل نیست، مجنون است. خطاب شریعت از بالای کسانی که عاقل نیستن برداشته میشود. با اینها رو برده جزا داده، اینها رو برده مثلا حکم تکفیر گذاشته، یا اینها رو به ترک عملشون جزا داده نمیشد. خطاب شریعت به عاقل است. پس موحد بود، مجنون شد، مجنون یک چند سال زندگی کرد، به عمل به دین گویا که وفات کرد، حکمش چیست؟ مسلمان است، جنازه میکنی و این انسان جنت میرود ان شاء الله سبحانه و تعالی، مسلمان است. اما کسی که کافر بود و مجنون شد، این کافر است، اگرچه در حالت مجنونیش یعنی
عملهایش به بالای او گناهش باز زیاد نوشته نمی شود، اما پیش از مجنونیش همیشه حساب کتابش هست. بارک الله فیکم. این در بالای عقل بود، در بالای مجنون بود که ما باید خوب دقت بدیم. از همین جهت کسی که مجنون است او را موحد نیست، این بیدین است، این کافر است، این مشرک است گفتن از جهل است. زیرا که ما میدونیم که شریعت حکمی یک فرزند رو، حکمی پدر رو میگذارد. هر کسی که از پدر و مادر مسلمان تولد شد چی است؟ مسلمان است. هر کسی که از پدر و مادر مسلمان، مادر نه فقط از پدر، هر کسی که از پدر مسلمان تولد شد اگرچه مادرش یهود باشد یا نصارا باشد، اگرچه مادرش یهودی یا نصرانی باشد، پدرش مسلمان باشد، حکم این فرزند مسلمان است تا سن تمیز رسیدن. اما به سن تمیز رسید و جاهل از دین باشد و دین نآموزد و یا کفر و شرک اکبر بعد از این بلاغت و پیش از این بلاغت کمی پیشتر در سن تمیز بکند، خیلی که ابن جریر طبری در کتاب التفسیر فی معالم الدین نقل میکند، این چنین آدم کفر میشد گشته. اما در کودکیش بمیرد، این فرزند مسلمان است. اما کودکیش فرزند مسلمان تولد شد و بعد از یک چند سال کودکیش در سن همون خردسالیش دیوانه شد، این حکم مسلمانی را میگیرد. فرزند مسلمان بود تا وقت وفاتش حکم مسلمانی را میگیرد. و در همین مسئله خوب دقت بدید و بسیار مسئله ها بعد از این به بالای همین تطبیق کرده می شود. کسی که موحد بود مجنون شد و بعد از این سخنهای کفری و شرکی گفت، اصلا خطاب شریعت به بالای این انسان چی نیست؟ تطبیق کرده نمی شود. برای همین بارک الله فیکم مجنون ها قصد ندارد. مجنون ها حکمش حکم اهل اکراه است، یعنی مجنون یک عمل رو قصد کرده انجام نمیتد. برای همین مجنون از خطاب شریعت بیرون است. مجنون اگر طلاق گوید طلاقش نیست، مجنون شاهد نیست، مجنون امام نمیشد، مجنون نماز نخوند هم، مثلا از همه این چیزها از احکام مکلفین بیرون است. زیرا که شریعت ما به بالای انسان مکلف خطاب میکند. حکمش به بالای کی است؟ حکم یعنی خطاب شریعت متعلق به مکلف است. مکلف یکمی شرطش عقل داشته باشد. مجنون مکلف نیست. مجنون میگذارید، احترامش میکنید، اذیت و آزار و ظلمش نمیرسونید، توانید از کارهای بدی که روز به روز با شاید انجام بدهد به دیگرها ضرر رساند، از همین جهت او را یک مخصوص حالت مخصوص نگاهبین میکنید. اما تحقیر و دشنام و خنده این از همه کارهای بدترین در بالای او است. زیرا که یگان نفر از مجانینه، این کسایی که مجنون هستند، این به اختیار خودش مجنون نشده است، بلکه سنت رسول الله همین است که وقتی که یک کسی را دیدی که او یگان نقص دارد، نقص عقلی یا نقص جسمی داشته باشد، در سنن آمده است که تو باید بگویی، سنت این است که بگویی الحمدلله الذی نجانی مما ابتلاه و فضلنی علی کثیر من عباده تفضیلا. الحمدلله که مرا نجات داد از همین مصیبتی که این بنده را گرفتار کرد. الله تو را نجات داد، بگو الحمدلله و بگو که الحمدلله که باز مرا بهتر و افضلتر از بسیاری بنده ها کرد. و این درباره مجنون بود. اما دومین شرط مکلف این چی است؟ بالغ باشد، یعنی کسی که به بلاغت رسیده باشد. یعنی این مسئله احکام، در مسئله احکام است، نه در مسئله اصول دین. خوب دقت بدید. مسئله دین ما به دو قسم است. اصل دین است و احکام است. بعد از این فروعات دین میگن یا که احکام شریعت است میگن. احکام، سخنی ما درباره احکام است. فرض بودن نماز، فرض بودن زکات، اگر نماز نخواند کافر شدنش، اینا بعد از بلاغت است. اما توحید، این اصل دین، خیلی که ابن جریر طبری میگند در سن تمیز باید داند. سن تمیز گفته ما ببینید مرحله داریم. مرحله کودکی تا 7 ساله 8 ساله بگویم، تا 7 ساله 8 ساله مرحله کودکی است. اما بعد از این سن تمیز است. 8 ساله 9 ساله 10 ساله سن تمیز است.
بلاغت عادتا انسان ها در سن چند، اگر از نظر سن نظر بکنیم در سن 15 ساله بلاغت میشن. بسیار انسان ها در سن 15 ساله، یک مرد است، مرد اگر تا سن 15 ساله به فرزند توحید ناموزی، این بدین است. باید اصل دین داشته باشد، باید نماز و روزه و زکات هم داشته باشد. اما اگر نمازش یا زکاتش یا که بعضی از مسائلش کمی کمبودی پیدا کند، پیش از سن بلاغت تکفیر کرده نمی شود، بلکه نصیحت و تعلیم داده می شود، سختگیری کرده نصیحت کرده می شود. اما بعد از اینکه به بلاغت رسید، البته که این حکم می گیرد و این مسئله حتی به قتل می رد. فرقی ترک نماز، حکم ترک نماز پیش از بلاغت و بعد از بلاغت. اولا بیاید ترک اصول دین پیش از بلاغت و بعد از بلاغت. ترک اصول دین پیش از بلاغت هم کفر اکبر است، در سن تمیز، در کودکی نه، در سن تمیز. یک جوان حالا به بلاغت نرسید لیکن همه چیز میفهمد اما الله نفهمید، کفر شرک میکرد، کفر است. خیلی که ابن جریر طبری نقل میکنه، اینم یکی از قولهای مشهور سلف صالح است. اما در مسئله نماز، تارک الصلاتی که پیش از بلاغت است و بعد از بلاغت است. تارک الصلاتی که پیش از به بلاغت رسیدن نماز رو ترک میکند، این رو به خاطر نماز زده میشد، پدرش میزند، تربیه میکند، سختگیری میکند، اما او را کافر گفته یا که او را توبه کنانیده به حکم، اگر توبه نکرد به حکم قتل برده نمیشد. این چنین انسان ها را قتل کرده نمیتواند یگان نفر از قاضی. مسئله تکفیر، استتابه و قتل، مسئله که 4 مذهب گفتند برای بینماز بعد از مکلف شده نشست. خوب دقت بید، همه این در همین حکم شرعی فهمیده میشد. برای چی؟ برای که این انسان حالی مکلف نیست. کسی که مکلف نیست او رو به قتل بردن، به توبه بردن درست نیست. اما من باب تعلیم و تربیه رسول الله چی گفتند؟ علموا اولادکم، علموا الصلاة اولادکم و هم ابناء 7. به فرزندانتون وقتی که 7 سال هستند نماز رو تعلیم بدید. واضربوهم و هم ابناء 10. اما وقتی که فرزندانتون 10 ساله شدند و در نماز سستی کردند، تا 10 سالگی، از 7 سالگی نماز رو تعلیم دادن رو به دختر و پسرتون شروع میکنید. تا 10 سالگی نصیحت میکنید. اگر نماز به سستی کند نمیزنید، نصیحت میکنید. اما به سن 10 که رسید، نماز به که ضعیفی کرد میزنید. اما حکم نمیمونید اگر ترک کرد. یک نماز ترک کرد فرزند 10 ساله 11 یا 12 که به بلاغت نرسید کافر شدی نمیگید. خیلی که پیامبر گفتن بزنید، گفتن میزنید. اما بعد از این که به بلاغت رسید، بعد حکم تکفیر است و مسئله وزنین است. اما حالا ما به شما باید بیان بکنیم که چگونه انسان به بلاغت میرسد. مجنون به شما فهمو شد. حالا بلاغت چیست؟ بلاغت یک علامت های خود رو دارد که زن و مرد وقتی که همون علامت ها به جا آمد، یا که سال معین خود رو 15 ساله دارد که به همون سال آمد و رسید، اگرچه علامتی بلاغت رو ندیده باشد هم در همین وقت مکلف شد. بلاغت برسید گفتن معناش این که همه طلبهای شریعت، طلبات شریعت، از احکام شریعت رو، از نماز است، از روزه است، از حج است، از زکات است، از دیگه همه واجبات است، ترک گناه است، به همهش مکلف است، وظیفه دار است و مسئول است، به جوابیگری کشیده میشد. چخیلی که در تاجیکستان میگن که 40 ساله شوی نماز میخوانی بعد گفتن نامعقول کردند. به اجماع سلف مخالفت است این سخن. هر کسی میگه که نماز 40 ساله شوی میخوانی، تو 40 سالگی تا به نماز گرمش گام نمیگه، کافر مرتد است. برای که دین الله دیگر کرد. احکام الله، خطاب شریعتی که متعلق به مکلف است، مکلف رو الله و رسولش در سن بلاغت گفت. بلاغت در سن اگر نظر بکید علامت پیش از 15 ساله هم بعضی آدم بلاغت مییابد. اما اگر بلاغت به تا 15 ساله به علامت نرسید، در سن 15 سالگی 100% به بلاغت رسید. اگر چی حیض ندید یا اگر چی احتلام ندید، اگر چی مویش نبرآمد، موی زیرین و غیره. اما یک کس بیاد بگوید که نه علامت مکلف این 40 ساله شدن است، گوید البته کفر است. امروز در بین مردم تاجیکستان انا همین یک عقیده باطلی کفری منتشر شده است که میگه که
پیامبر در سن 40 سالگی پیامبر شدند. تا 40 سالگی یعنی چیکار خواهی کنی گرد تو مسلمانی، فقط مسلمانم گو شد و بعد از 40 سالگی نماز میخونی. اعوذ بالله. در اساس همین عقیده باطل امروز مفتیات تاجیکستان و این طاغوت ها همکاری کردند. حج رو هم ببینید، حج رو هم از سن 40 یا 50 چند بالا کردند. این هم کفر است. افعال ببینید احکام الشریعه، خطاب الشریعه، خطاب الله و رسول، خطاب شرع متعلق به بالای مکلف است. مکلف کسی که عقل دارد و بالغ است. بالغ کیست؟ اول ما کودک داریم تا سن 7-8 سالگی. بعد از این سن تمیز داریم. سن تمیز باید نماز خواند، باید توحید بداند، باید علم بیاموزد. دختر و پسر از سن 8 ساله تا 15 ساله. در همین مدت انسان به بلاغت میرسد. از 10 ساله بالا 11-12 به بلاغت میرسد یا کمتر. چگونه به بلاغت میرسد؟ اولین مرد یا زن احتلام شود، دختر یا پسر احتلام شود. اولین علامت بلاغت احتلام شود، یعنی به جنابت گرفتار شود. عباره دوم. عباره سوم آب منی به شهوت، به دفق و به لذت و به شهوت همون آبی مردی از زن یا مرد بیرون شود. به سبب اینکه خوابی رو دید و به سبب همین خواب دیده، مثلا عادتا جوانها دختر یا پسر، این حادثه هم به دختر و هم به پسر میشد. آبی انا همون به دفق یعنی به یک شدت و به لذت بیرون شد. امین رو آبی منی میگن. نامش منی هست. احکامای خاص خودش رو دارد. از مرد یا زن وقتی که همچنین آب بیرون شد، سن سالش کم از 15 ساله باشد، هم 11 12 13 14، انا همون روز به بلاغت رسید. میخیزد، غسل میگیرد. زیرا معروف است که کسی که به جنابت رسید، احتلام شد، حتما باید چیکار بکند؟ غسل بگیرد. غسل براش فرض است، واجب است. یعنی غسل میگیرد و از همون روز نماز خوندن براش فرض است. نماز نخواند کافر میشد و از همون روز این یک آدمی کلان شد. حکمی این همه خطاب شریعت به بالای این تطبیق کرده میشد. اگر آب نباشد تیمم میکرد. تیمم معروف است که در باب آب کسی آب رو پیدا نکرد تیمم میکند. بدل رو الله سبحانه و تعالی ذکر کرد. علامت اول احتلام است. علامت دوم، بارک الله فیکم، این برای زن حیض، این خاص زن است. حیض دیدن، یعنی دخترها وقتی که از همون فرجشون خون میبرد، خونی خیلی هم سیاه تابی غلیظی بویناک، از خونهای عادی فرق دارد. خونی که از رگ میبرد، خونی که از جسم از رگ میبرد، خون جسم این تنوک است. تنوک یعنی باریک، تنوک باریک، غلیظ سخت نیست. و بعد از این خون جسم سرخ است و خون جسم بوی بدی سخت ندارد. سه صفت. اما خون حیض غفستر است و خیلی هم سیاگش تندتر است، یعنی سرخیش تندتر است، به طرف سخت تندی می رود. سخت تند سرخ یعنی به طرف سیاگی می رود. و بعد از این بوی دارد، بوی خاصی سختی غلیظ خودش دارد. این حیض است. زنی که حیض، دختری که حیض دید، این به بلاغت رسید. این شوهر به دادن درست است. این شوهر کردنش درست است. این که علاقه جنسی کردن درست است. شوهر به دادن پیش از بلاغت هم درست است، اگر شوهر به اون شرط همین است که نباید علاقه جنسی بکند. اما بعد از این علاقه جنسی به این دختر درست است. یعنی امروز میگن که دختر باید در سن 18 سالگی شوهر کند. میگن، ما میگیم که نامعقول کرده است. هر دختری که از نظر شریعت به بلاغت رسید، یعنی حیض دید، این دختر رو از نظر شریعت به شوهر دادن و شوهرش به این علاقه جنسی کردن جایز است. انا همین نکاح و علاقه جنسی خوب خیزی که زن و شوهر میکرد، این هم یکی از حکمهای احکام شریعت است. جایز و ناجایز و حرام و مکروه و مندوب و مباح و غیره.
در این حالت وقتی که زن رو نکاح کرده میگیرد براش مباح است که به همین دختری که اگرچه به سن 15 نرسید یا به 18 نرسید حیض دید، جایز است، درست است. اما امروز به سر شما آوردن 18 ساله، اویسوست میبرن 20 ساله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دختری تو 20 ساله 7 سال 8 سال در سن بلاغت میایستد، به شهوت بازی و به وسوسه و باز گمراه کردنش آسان است. به واسطه شهوت دخترهای گمراه میکنن. بارک الله فیکم. بالاخره این یک علامت دیگری خاص زن بود. علامت سوم، این هم به زن و هم به مرد تعلق دارد. برآمدن موی زیر ناف. برآمدن موی زیر ناف. انا همون مویی که در گرد اطراف آلت مردی یا فرج زن است، وقتی که همون موی برای یک پسر بچه و دختر بچه میبرد، این آدم به بلاغت رسیده است. علامت چهارم که مشترک بین زن و مرد است، این 15 ساله شدن مرد یا زن است. مرد یا بگیم دختر یا پسر 15 ساله شد، اگرچه دختر حیض ندید، اگرچه دختر و پسر احتلام نشد، منیش نبرآمد، جنابت نشد، اگرچه موی زیر نافش نبرآمد، یعنی این سه علامت نشد، دو علامت در پسر و یک علامت در دختر با اضافه، این انسان وقتی که 15 ساله شد حتما چی می شود؟ با بارک الله فیکم به بلاغت رسید. به بلاغت رسید. بارک الله فیکم. پس انمین علامتی کسی که به بلاغت می رسد 4 است. 3 بین زن و مرد مشترک است و یکیش خاصی زن است. یکیش خاصی زن است. یعنی علامت زن 4 است، علامت مرد 3 هست. علامت زن 4 است، علامت زن 3 هست. بارک الله فیکم. یکم علامت مرد ذکر میکنیم. 3 علامت مردی که به همین علامت به بلاغت میرسد. یکمینش چی است؟ موی زیر ناف برآمدنش. یا که دوم علامت احتلام شدنش، جنابه شدنش. سوم علامت 15 ساله شدنش. این برای مرد. 3 علامت برای بلاغت رسیدن مرد در اساس سنت صحیح رسول الله. موی زیر ناف برآمدن دلیلش وقتی که رسول الله از جنگ خندق یا که جنگ احزاب هم میگن، یکی از بنی انمون 3 یهودی هایی که بنی قینقا، بنی قریظه، بنی نذیر بودن، قینقا بود والله اعلم، وقتی که خیانت کرد آمدند و کودک هایی که پسر بچه هایی که بودند، نه مرد بودنشون و نه کودک بودنشون که معلوم نبود، رسول الله امر کردن که نظر بکنید، یعنی همون حکمی که معاذ کردن، نظر بکنید که سعد ابن معاذ نظر بکنید که اگر موی زیر ناف یعنی داشته باشد، به زیر نافش مو برآمده باشد، این حکم مردها رو میگیرد، حکمش قتل است. این دلیل است که به بلاغت رسید. و دلیل دوم احتلام که معروف است که هر کسی که احتلام میبیند به بلاغت رسید، در سنت رسول الله ثابت است. و دلالت 15 ساله به بلاغت رسیدن وقتی که جنگ بدر بود و بعضی از جنگ ها میشد، صحابگان میرفتن به نزد رسول الله، عبدالله ابن عمر و یا دیگر از صحابه مانند عبدالله ابن زبیر که در مدینه یکمین تولد شده در مدینه بودند، وقتی که به نزد رسول الله میرفتن که همراه شما میخوایم به جنگ رویم، پیامبر میگفتن که نه، نمیموندن، یک چند صحابه رو نموندن. و این صحابگان وقتی که 15 ساله شدن بعد از این موندند. این دلالت میکرد که 15 ساله شدی به بلاغت میرسی، به حکم مردی رو میگیری. انکنون علامت زن هم مثل علامت زن 3 تا مشترک است، یعنی موی زیر ناف برآمدن، یا که بارک الله فیکم احتلام شدن، جنابت شدن، و یا به سن 15 ساله رسیدن. این مشترک زن و مرد به یک خیل است. موی زیر ناف، جنابت، 15 ساله. و زن یک علامت اضافگی دیگر دارد، بلاغت دختر، حیض دیدن. انکنون برادران و خواهران عزیز، این بود بلاغت. کسی که انا همین حالت ها شد به بلاغت رسید، خطاب شریعت یعنی همه امرهای الله و نهیهای الله در باب عبادت، حقوق، واجبات، فرائض، حرامها،
همش به بالای این انسان تطبیق کرده می شود. جنایات، جزا و غیره. تا این وقت اگر کسی دزدی کرد دستش بریده نمی شود تا به بلاغت رسد، اما بعد از بلاغت حکم می گیرد. و همچنین برای همین بارک الله فیکم خیلی ضرور است که باید فهمید که مکلف کی است. مکلف کسی که عاقل است و بالغ است، یعنی مجنون نیست و صغیر کودک هم نیست. و ما به شما کودک، سن تمایز، بلاغت، علامت ها رو بیان کردیم. اکنون از همین تعریف ما خوندیم معنیداد شرعی خطیب البغدادی بیان کرد که و طلب، یعنی اینجا بیان کردیم که متعلق بافعال المكلفين من الطلب. طلب چی گفتنی گپ؟ طلب این از یک کلمه است که در درونش یک چند چیزها را در بر دارد. الله از شما چی طلب میکرد؟ طلب فعل و طلب ترک. الله دو نمود طلب دارد از بنده ها. الله دو نمود طلب دارد. طلب گفته فقط شما انجام دادن کار را کن، انجام ده رو نفهمید. طلب انجام ده یک طلب، انجام نده دویم طلب. طلب فعل طلب انجام دادن و طلب ترک نمودن است. طلب فعل الله در همین قرآن و سنت از من شما طلب کرده است که کدام عمل ها رو؟ واجبات و مندوبات رو. هر عملی که واجب است باید انجام بدی بعد از عقلت بودن و بالغ بودن، و مندوبات. و بعد از این طلب ترک است. الله از من شما طلب کرده است که ترک بکنیم. چی رو؟ محرمات رو و مکروهات رو. حرام مقابل واجب، مکروه مقابل مندوب. و کلمه تخییر یعنی الله یعنی مخیر گذاشته است. این چگونه عمل است؟ یعنی این برابر است، انجام دهید هم باکی ندارد، انجام ندهید هم، ترک کنید هم باکی ندارد. مباح است. مباح خوردن یک نمود غذا که حلال است، خواهید میخورید نخواهید نمیخورید. خوب رفتن در بعضی حالت‌هایی که مباح است، خواهید خوب میرید خواهید نمیرید، باکی ندارد. یک مثال های عادی مباح. لباس پوشیدن، بعضی از لباس ها را خواهید میپوشید خواهید دیگرش میپوشید. بارک الله فیکم. انا این بود تعریف حکم، و با همین خیلی یک مسائل وسیع رو در باب حکم انشاءالله فهمیدید. در حلقه آینده به شما ارکان حکم شرعی رو بیان میکنیم که همین حکم چند رکن به خودش دارد. هر یک چیز به خودش رکن دارد که وقتی که رکنش رو فهمیدید خودی همین چیز رو میفهمید. و انشاءالله او مسئله در حلقه آینده است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.